دیگه موقعش رسیده بود شروع کنم. سلام به همه، من امیرم، 23 سالمه، دانشجوی فیزیوتراپی ام و استانبول زندگی میکنم. بالاخره بعد از کلی تایم برای ویدیو یوتیوب شروع کنم و دوست داشتم که از صفر تا 100 با هم پیش بریم، ویدیو درست کنم. پروسه همه کارهایی که میکنم واسه اینکه ویدیوهای اصلیمون رو شروع کنیم، دوست داشتم مرحله به مرحله با شما به اشتراک بذارم. بریم برای شروع. قدم اول واسه اینکه بخوایم شروع کنیم این کار یوتیوبو، باید اول یه محیطی داشته باشم که بتونم توش ویدیوهامو ضبط کنم، رکورد کنم و کلا یه مکانی داشته باشم که بتونم ویدیوهامو توش بگیرم. پس از اتاق خودم شروع کردم. کلی بعد از فکر کردن بالاخره اون نقشه و اون چیزی که می‌خواستم رو پیدا کردم. تصمیم اینجوری شد که این یه تیکه بشه اتاق ویدیو ضبط و یه حالت استودیو تو، و این قسمتی که از اینجا تا اینجا فاصله داره میتونم با حالت نشیمن استفاده کنم برای چیل تو، و این تیکه از اونجایی که خیلی به باشگاه علاقه دارم و خیلی وقتم واسه ورزش کردم، گفتم خب چه کاریه که میشه اینجا به عنوان یه مینی باشگاه استفاده کرد و درستش کرد. چرا من قراره یه مینی باشگاه گوشه اتاقم داشته باشم؟ به خاطر اینی که شهریه‌های باشگاه داخل ترکیه نسبتاً چیز زیادی هستن. مثلا یه چیزی برای باشگاه خوب یه چیزی حدود 5-6 میلیون حداقل باید هزینه کنی. حالا با زمان و رفتن و اومدن و همه ایناشو با هم حساب کنی، برای من یه چیز هزینه بری بود. گفتم خب چه کاری، وقتی من این فضا دارم میتونم به عنوان یه مینی باشگاه ازش استفاده کنم. قسمت نشیمنشم خب بالاخره یه حالت چیل تور و حتی در آینده شاید یه قسمت پادکست تور داشته باشیم تو اون قسمت که حالا بیشتر و بیشتر در ادامه باش دربارش صحبت میکنیم. اون اصلی هم که میره برای قسمت یوتیوب و کار، که اونجا دوستام یه دیزاین خوبی داشته باشم، یه بک‌گراند خوبی داشته باشم که بتونیم یه کوالیتی خیلی خوبی داشته باشیم. این نکته هم که باید بگم، من قبل از اینکه بخوام این داستان رو شروع می‌کردم، اول رفتم یه دوربین که داخل ویدیو دارید می‌بینید تهیه کردم و این مال 2-3 سال پیشه که من خریدم و این قصه یوتیوب مال یک روز یا یک هفته نیست. این موضوع مال 3-4 ساله که من خیلی دوست داشتم و علاقه داشتم چه ایده‌های خودم بیام اجرا کنم، چه بیام محتوا تولید کنم داخل یوتیوب، اما به یه سری دلایل بی انگیزه‌ای نتونستم جلو دوربین اومدم، من این کارو نمی‌کردم. برای همین اومدم که این بار تصمیم با خودم گرفتم که حتما شروع کنم و اشتراک بذارم حتی این مرحله رو، که اگر شما ویدیوها رو دوست داشته باشید حمایت کنید و بیشتر به من انرژی بدید تا بتونم منم راحت‌تر و بهتر این کارو انجام بدم. و دومی چیزی هم که خریدم همین میکروفونه، واسه اینکه بخوام کوالیتی صدام خوب باشه، چون چند باری که ویدیو درست کردم و گرفتم دیدم کوالیتی بدون میکروفون و صدا خیلی بد میاد و اگه بخوام توی جای شلوغی بخوام این کارو انجام بدم قطعاً نمیتونم اون کیفیت خوب بگیرم. پس در نتیجه من دوربین و این میکروفونو از قبل خریده بودم و بریم ما هم حالا شروع کنیم ببینیم اولین کاری که قراره تو این ویدیو انجام بدیم چیه. برعکس همه از اونجایی که از قسمت سبک شروع میکنم و دوست دارن نم برم بالا، من دوست داشتم اول از سنگین‌ترین قسمت شروع کنم و بگذرونمش که بتونم با تمرکز بیشتری بخوام بقیه قسمت‌ها کار انجام بدم و آمادهشون کنم. پس در نتیجه تصمیم گرفتیم که اول باشگاه شروع کنیم. خب دوربین یه جوری تنظیم کردم، خدا رو شکر میکروفونم دارم که میتونم خوب توضیح بدم براتون که این تیکه تا این تیکه قراره رنگ مشکی بخوره، کف پوش قراره بیاد، کف پوشای پلاستیکی باشگاهی قراره باش بخرم و یه سری وزنه، حالا دمبل و هالتر، یه چیزایی که بتونم به صورت کلی از کل بدن استفاده کنم و بتونم باش ورزش کنم. یه مشکل جدی که دارم به خاطر اینکه استانبول شهری که رطوبت زیاده، قسمت‌های پایین بوده قشنگ یکم حالت کپکتور یا نم برداشته و حتی پایینش هم همینطوره. برای همین ما اول باید این تیکه ها رو فیکس کنیم و بعد رنگ و روش بزنیم. حالا بریم ببینیم که این اصلا چقدره و متر بگیریم، اندازه بگیریم و شروع کنیم کارو. خب حالا اندازه ها رو گرفتیم، بریم یه سری وسایلشو بخریم. من میرم میگیرم میام. دوربین رو نمیتونم ببرم به خاطر اینکه خیلی بارون میاد، خیلی هوا یکم قاراش میشه، برای همین دیگه نمیبرم دوربین، ولی میگیرم میام سریع ادامه میدیم با هم کارو. خب من رفتم وسایل گرفتم اومدم، حالا براتون قشنگ رو میز میذارم که ببینید چیا گرفتیم و بریم برای شروع کردن مرحله اول. خب این قضیه که رنگ کردم، اول به خودم فکر کردم خیلی چیز آسونیه، ولی از اونجایی که دیوار دیدی همونش که بهتون نشون دادم یه سری برآمدگی‌ها داره، یکم ریخته و
اینا نیاز به سونباده و یه دونه ظرف نیاز داشت که اصلا رنگو قاطی کنم با آب. خیلی رفتم ویدیوهای یوتیوب رو ببینم چون اولین بار دارم این کارو انجام میدم و دوست داشتم تجربه خودم داشته باشم. یکم جمع و جور کردن و کثیف کاریش یکم زیاده، ولی خب چیزی نیست. ما دیگه تصمیم گرفتیم قوی امروز شروع کنیم. پس بریم مرحله اول تمیز کردن اون تیکه هایی که برآمدگی و ایناست، بریم تمیزش کنیم و دیوار رو آماده کنیم واسه رنگکاری. بریم. خب اول از همه بریم این لامپ رو عوض کنیم. نرو مریم میدونی عاشق چشماتم، نرو مریم به خدا قیمت خاطم خب لامپمون هم که نصب کردیم، از همکارانم کمک گرفتم که بیاد فیلم برداری کنه. خیلی سختم بود واقعا، چون اولین ویدیومه واقعا نمیدونم چجوری باید میگرفتم. ازش کمک خواستم که بیاد. خب حالا این دورم که اوکی شد، بریم حالا لباسمون رو عوض کنیم. یه لباس کهنه بپوشیم که چون قراره هم سنباده بکشه، هم گرد و خاک باشه، هم رنگ‌آمیزی کنیم، دیگه کثیف نشیم. بریم لباس عوض کنیم بیایم. خب بریم شروع کنیم با هم. کاری که فکر نمی‌کردم انقدر سخت باشه اینه که اون دیوار رو بسابیم، چون هیچ امکاناتی نداریم. و خب آه از آن نگاه واژه میشوم مرا مرور میکند. باید حتما این کار رو انجام بدیم، وگرنه این رنگی که بزنیم روش همش با هم میریزه. از این چاقو با همون براشی که برای چیز گرفتم، برای رنگ‌آمیزی گرفتم، سعی میکنم این یه تیکه رو تا جایی که میشه تمیزش کنم که حداقل اون رنگ نریزه. میدونم خیلی خفن نمیشه، ولی در هر صورت باید کارش بکنم. پس بریم حالا شروع کنیم، بسازیم ببینیم چه جوری میشه. او واقعا توفالی کردم، جدی دارم میگم. نرو مریم میدونی عاشق چشماتم، نرو مریم به خدا قیمت خاطم نکنه دشمنی. توی ظرف رنگی که نوشته بود گفته بود که هیچ کثیفی حالا نباشه، حالا به اون صورت نخواهد بود، ولی خب تا جایی که میشه حداقل باید تمیز کنیم اینجا رو که اون رنگی بهتر بشینه روی دیوار. دیگه تو وسایل بهتری نداریم، مجبوریم اینجوری استفاده کنیم. ببینیم چه جوری میشه. خب اول ظرف میخوایم واسه ترکیب رنگ. خود رنگ یه آب لازم داریم واسه قاطی کردنش. یه همزن میخواستم که نداشتم، مجبور شدم پوزگیرم موردم اینو بکنم. بعد شروع میکنیم حالا رنگو بسازیم. حالا میخوام واسه شروعش اولین ظرف رو موقع نداشتم، اصلا نمیدونستم چی باید استفاده کنم. حالا یه دونه حالت این تیتورا پیدا کردم، قدیمیه، مال مستاجر قبلیه، گفتم ازش استفاده کنم چون استفاده نمی‌کردیم. حالا ترکیب رنگش چیزی که من فهمیدم اینه که حداقل باید 50% این که وقتی رنگ میریزی باید آب بریزی. حالا چون اولین بار دارم انجام میدم واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم، برای همین میخوام یه مقدار کمی درست کنم که ببینم چه جوری میشه، یکم دستم بیاد که خیلی خراب نکنم کارو. پس شروع کنیم. خب این تقریبا دیگه یه 10 دقیقه است قشنگ همش زدم، قشنگ رنگ خوب شد. ولی خب که گفتی که رو خودش هم نوشته که باید با یکم آب قاطی شه. حالا من یکمش اینجا میریزم واسه تست، کافیشه. خب اونجایی که به گاه دادم قشنگ میزم و این پلاستیکی که گرفته بودم و میام اینو 2 تا تیکه پخش میکنم اینجا که حداقل این یه تیکه کثیف کاری نشه. برای هم زدن این دیگه از فرچه استفاده میکنیم چون دیگه اونو نمیخوام استفاده کنم، چون حالا ما اون 50% آب ما حالا چون خودش هم خیلی غلیظ نیست خیلی آب نمیریزیم، حالا کم بیشتر. ولی که این محلول نباید زیادی رقیق باشه، به خاطر اینکه اون دیوار سفید پشت معلوم میشه دیگه. یکم دیگه بهش رنگ بریزیم بعد شروع کنیم به رنگ کردن.
ریدیم تو زندگیمون. پلیس شو دیگه پلاسک. What did he say? شو دیگه پلاسک. خسته نباشید الان. فکر کنم اوکیه. حالا میریم تستش میکنیم ببینیم چی میشه. Ay doktor turşumuş, rejim tutup kurumuş. Ne becerli güzelsen, suskaman kendecesen. Ay hanım giyo giyo, şipşi miyo miyo. Mademoiselle hello hello, ben خب آقا ما الان تقریبا اون یه تیکه‌ای که برای ما خیلی حساس بود رو تموم کردیم و خدا رو شکر خیلی خوب در من فکر نمی‌کردم مثلا بتونم، ولی خب میگن دیگه تا چیز تست نکنی یا امتحان نکنی معلوم نیست تکلیفش چی میشه. یه سری صحبت‌ها باهاتون بکنم و این قسمت رو تموم کنیم. من خیلی وقت دوست دارم یوتیوب رو شروع کنم، به هر دلیلی نمیشد. من حالا توضیحات رو بهتون دادم و خوشحال میشم تو این مسیر منو همراهی کنید. منم قول میدم که هم کوالیتی رو ببرم بالا، هم تولید محتوای بهتری داشته باشم و با سابتون، با کامنت خوبتون، با لایکاتون میتونید منو حمایت کنید و کلی انرژی به من بدید. این قسمت همینجا تمامش میکنیم. قسمت دوم کامل اتاق و اون تیکه‌ای که میخوایم برای باشگاه رو رنگ میکنیم، کاراشو انجام میدیم و وسایلش رو سفارش میدیم و حالا میریم تا ببینیم ادامه داستان چجوری پیش میره. خیلی ممنونم که تا اینجا تماشا کردین ویدیو. ممنون میشم که حمایت کنید و تا پارت بعدی مراقب خودتون باشید. میبینمتون.